سلام، مهدی صادقپور هستم، کوفاندر و مدیر عامل ریوالو. عطا افتخاری شریک و کوفاندر من و مدیر عملیاتمون هم همراهمون هست امروز و قراره که امروز تو این ویدیو راجع به این که استارتاپ ویزا چیه، به درد چه کسایی میخوره، چه فرایندی داره، اخذش چطوره و جزئیاتی که این فرایند داره رو راجع بهش صحبت بکنیم. میخوام با این شروع کنم که استارتاپ ویزا اصلا به درد کیا میخوره و مخاطبینش کیا هستن. در یک کلمه اگه بخوام بگم، کارآفرین‌ها و بیزنسمن‌های واقعی. اگه شما یه بیزنسی دارید در ایران یا میخواید یه بیزنسی رو در خارج از ایران راه بندازید یا حداقل یه ایده‌ای دارید که معتقدید که روش سهام بذارید، استارتاپ ویزا مناسب شماست و پروگرامیه که ذاتاً طراحی شده که توانمند کنه و امکاناتی رو در اختیار چنین افرادی بگذاره. اگه بخوایم فرایند استارتاپ ویزا رو در چند مرحله مرور بکنیم، خب مرحله اول اینه که ما باید یک برنامه، یک پروگرام یا یک کشور رو در واقع انتخاب بکنیم و بعد باید بیایم مستندات کسب و کار رو برای ایدهمون طراحی بکنیم. منظور از مستندات چیزایی مثل بیزنس پلن و پیش تک هست و بعد از اون باید بیایم خب اون سازمان تصمیم گیرنده که تو بعضی از کشورها بهش میگن فسیلیتیتور یا تسهیلگر یا تو بعضی از کشورها بهش میگن designated organization، اون رو انتخاب بکنیم با توجه به اینکه موضوع کسب و کار ما چیه و در چه مرحله هستیم. خب این سازمان ها در واقع ملاک‌های مختلفی دارن و ما اون جایی که برامون مناسب است رو انتخاب میکنیم و بعد براشون اپلای میکنیم و یک فرم هایی دارن، اون فرم ها رو پر میکنیم، مستندات رو به دستشون میرسونیم و بعد عموما ارائه‌ای هست که باید اون ارائه رو انجام بدیم و در نهایت پس از اخذ تاییدیه با مدارک شخصیمون در واقع بریم به سفارت یا کنسولگری اون کشور در کشوری که ما ساکن هستیم و تقاضای رسمی بدیم. حالا اگه بخوایم وارد بحث نیازمندی‌هاش بشیم، من اینجا از عطا میخوام که راجعش توضیح بده. عطا جان، معیارهای پذیرش شخصی و بیزنسی رو اگر راجعش توضیح بدی و چند تا مثال بزنی ممنون میشه. حتما مهدی جان. ببینید، برای استارتاپ ویزا به طور کلی دو تا دسته اصلی شرایط وجود داره. یکی شرایطی که مربوط به اون بیزنس و کسب و کاره و یکی دیگه شرایط مربوط به اشخاص یا فاوندرهای اون بیزنس هست. مهمترین عوامل و فاکتورها توی تصمیم گیری توسط اون مؤسسات و سازمان هایی که قرار تصمیم بگیرن و تاییدیه به ما بدن بیشتر مربوط به شرایط بیزنسی و کسب و کاره. بخوام 5 تا فاکتور اصلی رو بگم، یکی یکی توضیح بدم در موردشون. خب مهمترین فاکتور اینه که اون بیزنس اصطلاحاً مقیاس پذیر یا اسکیلبل باشه. یعنی اینکه شما نمیتونید انتظار داشته باشید که با معرفی کردن یه طرح تجاری مثلا برای یه بیکری، یه نونوایی، یه مغازه، یه فروشگاه انتظار داشته باشید که این تاییدیه رو بگیرید. اسکیلبیلیتی به این معنیه که شما ظرفیت و توان توسعه و رشد با هزینه پایین رو داشته باشید که این در واقع یک تعریفی از استارتاپ بودن اون بیزنسه. بنابراین علاوه بر این معیار که معیار خیلی مهمیه، فاکتور دومی وجود داره که تقریبا تو همه این برنامه‌های استارتاپ ویزای کشورهای مختلف بهش اهمیت میدن و اون نوآوری یا اصطلاحاً اینوویشنه. به این معنیه که نباید اون کسب و کاری که ما داریم میخوایم براش استارتاپ ویزا دریافت بکنیم نمونه های مشابه متنوعی داشته باشه و رقبای زیادی داشته باشه. اینکه در یک منطقه‌ای، در یک کشوری، در یک جغرافیایی نو باشه، یک کاری رو جدید انجام بده و بگیم در نوع خود بی‌نظیر و در واقع همتا و یونیک باشه. فاکتور بسیار مهمیه این فاکتور و خیلی خیلی وزن زیادی رو داره. فاکتور بعدی فاکتور اصطلاحاً اثرگذاری یا ایمپکته. اگر یک کسب و کاری وجود داشته باشه که فقط بخواد جنبه درآمدزایی رو نگاه بکنه، برای خیلی از کشورها جذاب نیست. اونها دنبال کسب و کاری هستن که بتونه علاوه بر مسائل اقتصادی بتونه اثرگذاری کلانتری هم داشته باشه، مثل ایجاد اشتغال در آینده برای اون کشور، مثل توسعه زیرساختشون، مثل افزایش کیفیت سلامت، بحث‌های محیط زیست، آب و صنایع مختلف و کلانی که اونها براشون در واقع اهمیت داره. بنابراین باید کسب و کاری که ما میخوایم پرزنت بکنیم ایمپکت فول یا اثرگذار باشه. خب یکی دو تا فاکتور دیگه هم وجود داره. یکی این که شما اگر محصول اولیه داشته باشید در قیاس با اینکه فقط یک ایده توی روی کاغذ داشته باشید، شانس پذیرش بیشتری دارید و به این موضوع نگاه میکنن، اینکه ما یک محصول آماده و قابل ارائه داریم.
و نکته نهایی هم که خب برای خیلی از مجموعه ها مهمه، برای خیلی از کشورها مهمه، وجود یک ولیدیشن اصطلاحاً در اون کشور. اینکه شما یک رد پایی در اون بازار اگر داشته باشید خیلی امتیاز مثبتیه و این نشون میده که شما درگیر اون بازار بودید و اینطور نبوده که از در یک خلایی ایده خودتون رو کار کرده باشید و اینکه یک تماسی با بازار اون کشور و بازار هدف داشته باشید بسیار امتیاز مثبتیه. جمیع این جوانب رو بخوام جمع‌بندی بکنم و نظرمو بگم، به نظرم اگر حواسمون باشه به اینکه کسب و کارمون این 5 ویژگی رو داشته باشه با احتمال بسیار بسیار بالای این تاییدیه گرفته خواهد شد. اما تیکه دوم بحث اونجاییه که در واقع معیارها و اون شرایط شخصی مطرح میشه. خب 3 تا میشه گفتش که ویژگی اصلی یا شرایط اصلی وجود داره. یکی این که مدرک دانشگاهیه. اگرچه خیلی از پروگرام ها مدرک دانشگاهی رو نیاز ندارن، ولی پروگرام هایی وجود دارن که ضروریه که شما این مدرک دانشگاهی رو آماده بکنید. و از طرف دیگه با توجه به اینکه یک تطابقی بین حوزه تحصیلی و مهارتی شما با اون ایده کسب و کاری باید وجود داشته باشه، خب آماده داشتن یه همچین چیزی میتونه خیلی کمکتون بکنه. از طرف دیگه خیلی از این کشورها نیازمند مدرک رسمی زبان از شما نیستند و توی اون جلسه پرزنتیشن و ارائه‌ای که شما باید برای اون مؤسسه‌ای که قرار تصمیم بگیره خواهید داشت، اونجاست که تست عملاً مهارت شما در ایجاد ارتباط با اون مؤسسه از نظر دیالوگ کردن و پرسش و پاسخ و اینها تست میشه. بنابراین شما باید بتونید که با کیفیت خوبی رابطه برقرار بکنید باشون و بیزنستون رو بتونید با ادبیات خوب پرزنت بکنید و بتونید به سوالاتشون پاسخ بدید. مورد آخر هم بحث خب تمکن مالی که توی خیلی از پروگرام ها هم وجود داره. منظورمون از تمکن مالی اینه که شما نشون بدید که به اندازه کافی منابع مالی و دارایی دارید که بتونید توی اون دوره بالاخره فعالیتتون به عنوان یک استارتاپ بتونید از پس هزینه هاتون و زندگیتون بر بیایید. و منظورمون از تمکن یک در واقع نامه ای از بانک هستش که نشون میده که شما این دارایی رو توی حسابتون دارید، به مدت 1 روز 2 روز کافی این دارایی تو حسابتون باشه. پروگرام‌های مختلف اعداد مختلفی دارن، اما بخوام یه رنجی بهتون بدم، از ارزون ترین تمکن مالی، یعنی در واقع کمترین تمکن مالی برای کشور مثلا پرتغال تقریبا تو رنج 7000 یورو تا میره برای عدد تقریبا 30000 یورو که خب برای کشورهایی مثل هلند و فرانسه است و خب این هزینه نیست، باید نشون بدید که این دارایی رو دارید. و خب این عدده علاوه بر کشور بستگی داره به تعداد اعضای خانواده‌ای که میخواید باهاش این اپلای رو انجام بدید. همه گفتنی‌ها رو گفتم مهدی جان. مرسی عطا جان، مرسی که به ما گوش کردین تو این ویدیو. خلاصه این که استارتاپ ویزایی که مناسب کارآفریناست و اگه فکر میکنید اون چیزی که لازمه براشو دارید و بیزنسی دارید و ایده‌ای دارید و میخواید براش اقدام بکنید، منتظرتون هستیم.